ما خودم از مرز خود دیپورت کردم از این خاطر که افغانیا را دیدم، این وضعیت دیدم. این طالبا، من این خواهش از طالبا دارم که پرسان کو اونجا برو، پرسان کو تو با خدا و قرآن در سرش خلطی سیاه را مندازه که کسی بیرق اسلامی داره، کسی که ریش داره، این باید پرسان شوه. هیچ کس با خدا پرسان نمیکنه. ما با کلگی گشتم اینجا، ما گفتم پرسان کو، هیچ کس صدای ما را نمیشنوه. ما گفتم ما درد دارم، از ایران آمدیم، سرکاریگری 700 نفر هستم، کلش ما را در ایران میشناسه. ما از خاطر از آمدیم، ما گفتم ما صدای شما را بلند میکنم. هیچ کس حقشان نمیته، اینجا هیچ کس حق کس را نمیشناسه. همین خود طالبا چرا صدای ما را نمیشنوی؟ پیشی کلانت رفتم، فقط فیلم میگیری، میگی برو بیرون. صدای ما را بشنو، درد ما را بشنوی. افغانی نه قزون بر نمیایه. با خدا کلش اینجا شکنجه میشه، کسی پرسان نمیکنه. یک افغانی اونجا شکنجه شد، طالبا را گفتم چرا پرسانش نمیکنی؟ میگه برو پیش. پرسان از او را کو، بیچاره بدبخت خانه داره، اشتوک داره، پرسان از او را کو. با خدا ای طالبان پرسانش نمیکنه. ما از ایران آمدیم از خاطر از اینکه اینجا یک مصاحبه بگیرم که صدا را بالا ببرم که چرا این کار میکنه. داخل افغانیا دقیقه به دقیقه پول از ما میگیره. یک پول با خدا از ما گرفت، من نه که بی پول باشم. 30 میلیون گرفته بودم، 30 میلیون نه پول دارم. نه هر کس کمکم کردیم از این خاطر که من آمدم این درد افغانیا را بگویم.